اما یه کلیدواژه قشنگی به کار بردید، مارپیچ سکوت. اینو توضیح بدید. ببین، مارپیچ سکوت دقیقاً در همین فضای حباب اطلاعاتی و اکثریت نمایی که بهش اشاره کردم باعث میشه اقلیتی، یعنی اولا که یه اقلیت خلق میکنه و ممکنه که شما نگاهت و باورت و در واقع رفتارت با سایرین متفاوت بشه. مارپیچ سکوت متأثر از همین اتفاق اکثریت نمایی که رسانه القا میکنه با همه در واقع فرآیندهایی که اشاره کردم، اون اقلیت رو میبره توی تنگنایی قرار میده که جرئت نکنن نظر خودشون رو مطرح بکنن یا خلاف نظر اون اکثریتی که الگوریتم و پلتفرم داره به شما القا میکنه در واقع ورود پیدا بکنن. بنابراین میترسن که تنها بشن، مورد هجمه و حمله قرار بگیرن، مورد فحاشی و در واقع بد اخلاقی هایی که توی فضای سایبر هست قرار بگیرن. این مارپیچ هر چقدر این اکثریت در واقع بتونه پلتفرم و رسانه قوی تر القا بکنه و اکثریت نمایی بکنه، مارپیچ سکوت برای کسایی که بخوان نظر مخالفی داشته باشن تنگتر میشه و جرأت به کنج سکوت میبرن. بله دیگه، شما میری به سمت اینکه ساکت بشی و اظهار نظر نکنی و دیگه اون وقت اونجا یه فضاهای تبیینی و تحلیلی، ببین حباب اطلاعاتی چجوری میشکنه این فضایی که داریم اشاره میکنیم، با اینکه شما تحلیل‌های بنیادین رو و تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر فکت‌های واقعی رو توی فضای رسانه‌ای بتونی ببینی و بشنوی. این فضا به تو اجازه نمیده تو تحلیل‌های عمیق رو ببینی و بشنوی، یعنی نقطه توجه تو رو به عنوان مخاطب جلب کرده اما تمرکز تو جای غلطی گذاشته، نمیذاره متمرکز بشی روی تحلیل‌های دقیقی که به هر حال توی این فضا وجود داره. و هر آنچه که من میگم درسته تو چیزی نگو. اصلا فضای فکر کردن به شما نمیده. ببینید بحث علوم شناختی و رسانه رو که مطرح می‌کنیم و بعد میریم وارد در واقع فضای پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی میشیم، مثلا یکی از کارکردش اینه که شما احساس بکنی اینی که داری میبینی عین حقیقت و واقعیته و دنبال چیز دیگری نمیگردی که حالا بخوای مثلا بری به این فکر بکنی که حالا برم ببینید حباب اطلاعاتی یکی دیگه از راههای شکستنش اینه که منابع مختلف رو بری و ببینی، حرفای مختلف رو بشنوی، تحلیلت و در واقع اون فهمی که برای تو مثلا از مکانیسم ماشه. الان بریم توی خیابون از مردم بپرسیم مکانیسم ماشه، میگم وضعیت اقتصادی، تحریم، فشار، میگی خب این تحریم ها تو کدوم حوزه هاست؟ حوزه اقتصادی، حوزه علم، حوزه فناوری، حوزه هیچ کس نمیدونه. اما متأثر از فضای رسانه‌ای همه ما یه فهمی کردیم از مکانیسم ماشه و اونم یه فهمه. قراره که بدبخت بشیم و این قراره که بدبخت بشیمه و قراره که یه اتفاق وحشتناک برامون بیفته، تو فضای عینی جامعه چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ شما میل به این که حرکت بکنی، فعالیت بکنی، یعنی چرخنده های اقتصاد و حتی رفتارهای اجتماعی ما رو اصلا دچار نقصان میکنه که خب این خودش یه اتفاقی که خب میشه آنچه که ما در چند روز اخیر هم دیدیم دیگه، قیمت دلار رو دیدیم، قیمت سکه رو دیدیم و این شد که نباید میشه. بله دیگه، اون حبابه نباید بذاریم شکل بگیره.